سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو جدید با اتفاقای جدید با بازی جدید با رفیقای مشی و داداشای گلم، آقا مهدی سالار، آقا مهدی امینی، حمید، آقا مسعود، رسول، مرتضی کنار هم دیگه هستیم که بهتره. سابسکرایب یادتونه. بازی به این شکله که ما با چوب بیلیارد شارو میزنیم و میره میچرخه یه جایی وای میسته. اون یه جایی که وای میسته حکم شخصه که الان مثلا رو فلفل وایساده. از این من نگاه کنین، فلفل لوازم آرایشیه که خیلی داستان خفنیه، یعنی رو هر کی بیفته باید آرایش کنه. دلاره، دوغ یا نوشابه، فلفل، آیفون 12 پرو مکس، آیفون 12 پرو مکس. اینجا ماستو داریم و برای شیب یا همون اپیلاسیون. بله، اتفاق خفن. بازی رو نگاه کنید تا اتفاقای خفنی به نظرم تو این میز برای بچه‌ها خواهد افتاد. باید یه بار بخوره. آره، توپ میره ته میخوره بیاد و اینم همیشه حواستون باشه که من بازنده نیستم. یا میبرم یا میبرم یا بازی رو به هم میزنم. آقا بریم که داشته باشید. آمد به نظر کجا وای میبرم؟ آیفون دیگه. آیفون. هر سری یه دونه آیفون آمدی داره میبره. شما میرسه آقا. بریم. یک. آقا احمد اون یه دونه افتاد چی؟ کدوم؟ لازم آرایشی. رسول گردم میگیره. آقا من آرایش میکنم. رسول آقا گردم. گردم میگیره. آقا اینجا شما تعصب کش زیاد داری آمد. باریکلا. باریکلا. راضی اوکیه؟ آره. بریم واسه اجرای حکم. آقا فلفل خشک میل دارین یا تر. خشکی رو بزن کنار. اذیت میکنم آقا. دیگه آقا از اون حکم بهتر. آره والا. آره از همش از اون بهتره. این توندا این خیلی از اون فوق العاده تند است. نه بابا. والا این اصلا بمبه به خدا. یعنی حکما رو نمیذارین آخر؟ نه دیگه. آقا تو گوش بکنم. چطوره؟ این سمه. آقا دارم ببین با من شوخی می‌کنه. آمد انشالله نوش دلتون باشه. ولی واقعا از رت من الان بردم با غذا. خیلی تونده سمه ناموسم بو کن. تاش دوغ رو بخورم. آره. خودمون همه رو نبو نستشو. بس. افتخاره. سلام. خیلی نموده آرایش کنی سالا انقدر تتو زدی. باریکلا آقا مسعود. اینه که حکمش خود ما میدی. نه یه بار دیگه. سوسماس اما سو تعیین کن بعد بده. بابا آیفون 12. آیفون نه. دوغ یا نوشابه. آقا مسعود دوغ انتخاب میکنه. 3 نفس. دوغ نمیاری؟ بگم من پهم بزنم یکم پایین. آقا مسعود هرچی بمونه میریزم سرت ها. به نفس نداریم ولی کاری نه دیگه حکمش اینجوریه. مال تبلیغات مارکش نداره. مارک خیلی خفنیه و به نظرم خیلی سه تا خوشمزه. لیوان میشه خورد. 3 تا لیوان میتونی بخوری ولی 3 3 نفس نفس. بهتره. زودتر تمام میشه. چیزی نیست. یه دوغ دیگه جایگزین کرد. ماشاءالله آقا. 1 2 1 2 2 3 4 یه نفس دیگه. اصلا شکم نداشتی الان در اومد. آقا اونم دیگه نخوره. نه خوبه. بیا اوکی. چه کار میاد؟ اوکی. فکر بعدو میکنیم. آقا ماشاءالله مسعود.
اینجا رو نگاه کنید دیده میشه تا آخرش آقا مسعود میگه میخواست خودش تموم کنه گفتیم دیگه حالشون به هم نخوره ولی خب جا داشت که آقا سلامت افتخارش افتخار برم یا بازی رو هم میزنم ماشاءالله آقا متی ماشاءالله گوشش راجع به دوغ همون فلفله داره میسوزونه وای 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 پارمیدای من کوش آقا کیا میگم بیا آقا رأی میگیم کیا میگم مهدی باید آرایش کنه دستا بالا کسایی که آرایش کنه آرایش میکنه از اون برداشون همه این بر وای وای پارمیدا یوبس لی اول یکم کرم میزنی کرم گوناش بلد آرسون دختر خانم حواستون باشه که ببینین دوتا میزنین دوتا نمیزنین دوتا میزنین دوتا نمیزنین بعد اینا ماتیکل پاتیکل میکنیم. ببین این برای پوست منافذ نگاه کنین دختر خانم‌های خوشگل دوره چی؟ بله آقا مهدی آقا مهدی اشاره بدن دوره چش سیبیلار فریز آقا کنیم من کانسیلر هم هست تا بیارم بله بله میام یه دونه بهت میزنم از جات بلند نشی. چیز ریمل چیز بود آی وای 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 پارمیدای من کوش بقیه‌اش کنم برای نه ببینم این برو نگاه کن لب نزنه بیرون من میدونم یا تو میخوام حاشیه بسازم ببینم این لباتو ورس کن یه کاری کن فکر کنن که مثلا 5 سی سی تزریق من کرده. دور چشمش آوردم حاجا مرسی آمه قربون رو گونه هاشم بزن رژگونه میگن اونهاش هم میزنه. گونه به چوبه قربونت مرسی ماشاءالله کم هم نذاشتن اونجا یه چیزای دیگه بود. بله برای فرفورسشون کم باید بزنید از اون برای فرفورسشون یک کم از پودر فورس میزنیم تایم ویدیو رفت. بذار بره آقا حساس ترین موضوع همین بود لباتو اینجوری کن گنچه کن بذار بگیره به خودش آقا من دیگه کم اینجا رو یکم اونجا وایسا لطفا کجا رو همتون موندین. این اصلا نباید به اینجا میزدم اصلا به این رفتم ببینمتون خیلی خوشی میزنی افتخاره یکم وایسا یکم مونده وایسا با دست حالا این اینجاش فرسه بچه نه با اون نباد است They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. تو اینستاگرام میکنین چقدر راحته. ببینم خدا. به افتخاره واقعا از این ور بزنید تاثیر خوب از شما بگیره چطوره؟ یه تاثیر خوب خودم بگیرم. چطور شده؟ عالی ببینم ببین من همیشه ادعام تو این زمینه بوده که هیچ موقع من نمیبازم ببازم تا تهشون حکمو انجام داشت دیدی دیگه من دوست دارم همیشه شکست بخورم تا رفیقام خوشحال بشن یعنی از اون لحظات خوشحال بشن اشتباه بود جمله دقت کنید من شکست بخورم رفیقام شاد بشن نه این قشنگ نه اینا اشتباه شد یه بار دیگه من دوست دارم همیشه کاری کنم تا رفیقام خوشحال بشن لوازم آرایشی بیفته خیلی خوشحال. ستتون کنیم ببین که چشم بریم 3 2 ما ما صحبه
همیشه حواستون باشه که من بازنده نیستم. مارسیا میبرم. یا بازی رو به هم میزنم. این همه بود میشد خوردیم خیلی غلیظه. نمیشه خورد. آب آتیش کنیم آقا. نه منظور اینه که خیلی سخته ولی خب سریع حکم انجام میدیم. یک سومش رو میخوای بخور شما آقا. چرا؟ یه چیز مشخصه یه چیز مشخصه درست با این برتر بخوریم نریزیم. پاشو. نفر بعدی آقا مرتضی حکم رو من اجرا کردم بریم واسه آقا مرتضی نازنین. همه بزرگان ما آقا مهدی همین فلفل آقا مسعود آقا مهدی آقا آمد هم ماست داشتم حرف می‌زدم بخش ما رو گرفتی به ما چی میرسه الله اعلم عفا الله اعلم الله اعلم بود. گفتم سوسپانس بده آقا من برم پیتوک یه بار دیگه من میزنم ببرش وقتی بازی مال خودمه نیپیتو که من حساب نه آره من هم دارم. بعد میدونستین اگه پیتوک داده باشه بگید شما آیفون 12 هم برنده بشه بشه. وای 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 نگاه کن نگاه کن منم سرگشته حیرانت ای دوست مارسیا میبرم. یا بازی رو به هم میزنم مارسیا میبرم. یا بازی رو به هم میزنم آقا مهدی شما من چیکار همش کردی؟ کردم. آقا مهدی چیکار کردی واقعا؟ میکاپ آرتیست. یه لحظه فیلمبردار بیا آقا هیچ درگی شده یا اینجا آقا آمده بگیر ممنون میشم بله بوس کردی؟ بله ببخشید اشکال نداره. بریم نفر بعدی مرسی. واقعا مرتضی بهت میاد. جدا جدا. اونایی که منو میشناسن میدونن من هیچ وقت نمیبازم. مارسیا میبرم. یا بازی رو به هم میزنم اونایی که منو میشناسن میدونن من هیچ وقت نمیبازم. آره من نمی‌بازم. آها بابا بوبا. نه یه بار دیگه منم سرگشته حیرانت بریم بابا آقا سلامتی همه سلامتی ها برم بسته دیگه بس برای آقا مهدی هم همین بود دیگه. آقا مهدی چرا؟ بستید منو چیز نه کنید من به قرآن دارم میگم. نه حامد برید بچه بابا آقا مهدی اینقدر آقا مهدی رو میبینیم اگه اشکال داشت فردا باز می‌کنیم. این آقا مهدی هم ویدیو چک می‌کنه بخور رد آقا مهدی رو نگاه کن. این قلمو نه این خدایی زیاده واقعا زیاده حامد من اونقدر خوردم. بابا. داداش بده. بابا با این همه غیبت برو یک خودم دوغ دادم بابا میخوری یا نه؟ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. یه پیروزی تلخ بهتر از یه شکست شیرینه او میخوره.
این یاد گرفت. صورت نمیره. چرا میره؟ افیلاسیو نه نداشت. آقا من فقط اینجاش دادم. خدا پاپولومه. برعکس زدی. اینطوری بزنم؟ نه اون دایرهش پایین باشه. همینطوری زده بودم آقا دفعه وایس این پشت رو بزنیم. نه همونجا نه همون جایی که خود بعدم می‌خوای پایین بکشی باید بالا بیاد. این خوب چسبید این بدم بگیرینش دو تا چسبون بابا یه دونه دیگه هم چسبون. توف نکن یه دونه سلام. باشو یه دونه. یا بابا. ببینم. بابا یه دونه بود. یه دونه. آقا قبل دستو جمله سوسماسی چی بود؟ گفتی شکست پیروزی؟ خون داره میاد آقا نگاه کنید دید مستندات من توی بازی اینجوری حکم اجرا کنن دهنم رو یه جمله دیگه بگم. یه جمله دیگه. بفهم. یه تلخی شیرین بهتر از تلخی بیشیرین است. بابا Susmaz. با دست بولش بده آقا حمید با دست سر میزنه. آقا به افتخار حمید باید بخوره. هر بازی میذارین یه میز ارتفاع داره یه کلم بیرونه. سوسما برو بریم 3 2 1 خب حمید کینگ کونگ معروفه. عدلول وای. شما برادرای من بودی. چرا انقدر با هم؟ اینجا برادر من تن نمیده. ولی هم با هم خوب آنتن. آی ماساژ میدیم بس دوم باشین بریم پوستش پاشو. حرف بزن بیرون. چیزی بگو چرا ساکتی دوبار مصرف مگه بزن آقا بزن. مامانم خونم راه نمیده دیگه. ممنون از نگاه های زیبات. من رفتم دستامو بشورم چون بچه‌ها رو دیگه کار سخت بود سنگین بود. چه کاریه؟ خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما لذت برده باشین از این ویدیو. از تک تک دوستانی که منو تو این کار همراهی کردن تشکر میکنم. خیلی مخلصم. ما رو دنبال کنین. اتفاقای خفنی قرار تو این اکیپ بیفته. منو بازوندن. سایب چیز کنید. سایب چی؟ سایب سابسکرایب. خاطر نگاه شما نگاه چه بلایی سر ما اومد. آقای مهدی برو بابا.